مصیبت های گوناگون برای ما میرسد، ثبات داشته باشیم، استقامت داشته باشیم. یک نفر برای ما وهابی میگه، یک نفر برای ما داعشی میگه، یک نفر برای ما دهشتگر میگه، یک نفر برای ما تروریست میگه، یک نفر برای ما صدها لقب میته. ما نباید منحرف شویم، ما باید خوشحال باشیم. چرا ما اینقدر ضعیف شدیم؟ به خاطر از اینکه ما از اصل دین خود فرار میکنیم. ما باید کتاب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که میخوانیم عمل بکنیم. حتی در مقابل پدر و مادر خود در مسئله دین صادق که نمیتونیم، در مقابل خویش و اقارب خود نمیتونیم، در مقابل دوست و رفیق خود نمیتونیم. ولی فلانی ناراحت میشه، فلانی ناراض میشه، فلانی از ما قطع رابطه میکنه. با دشمنای الله و رسول شب و روز ما را میگذرانیم، باز میگیم ناراحت میشه. چرا ما کسایی که با الله و رسول دشمنی دارن با او دوستی بکنیم؟ بگذار تمام دنیا با مقابل تو سلاح برد و تو را سرزنش کند. اگر چیزی باشد که الله را پسندیده است، از کسی نترس. نترس، الله یگانه کسی است که بعد از مرگ هم با تو خواهد ماند. انسان ها میرندند، امروز در اینجا اند و فردا رفتند. به آن تسلیم مشو، تسلیم مشو.